تست فوم ریش نیوئا مدل سنسیتیو کول. من واسه ریش و سیبیل زدن کلا همیشه کلی ژل آلوورا میزنم، ولی این دفعه خیلی کم زدم که ببینم خودش چجوریه. همینطوری که روش نوشته 0% الکل داره و همچنین فاقد پارابن هم هست، البته که عطر داره. قرمزی و خشکی و سوزش و خارش پوست رو کم میکنه. در واقع اینطوری بگم که برای رطوبت رسانی و جلوگیری از خشکی پوست توش فقط گلیسرین داره. البته سوربیتول هم داره که مرطوب کننده است. توش پالمیتیک اسید هم داره برای نرم کردن. برای ضد التهابیت و تسکین دهندگی هم توش آلوورا داره و برای کاهش قرمزی و تحریک پوست هم بابونه و برای تراوت و خنکی و اینها هم که منتول. پنتنول و سدیم هیدروکسید هم داره که خب خیلی خوبه. حالا در مورد خودش که بخوام بگم که خیلی خوب کف میکنه و واقعا هم خنک میکنه. اصلا هم بعد از استفاده ازش جوش نزدم. البته که این بار اول که ویدیو هم گرفتم همونطور که دیدین یکم ژل آلوورا زدم خیلی کم و روش هم یکم یخ گذاشتم، ولی دفعات بعد که این کار رو انجام ندادم واقعا ازش راضیم. خیلی هم حس شادابی میده به پوست، یعنی واقعا من هیچ وقت اینو نمیگم ولی خیلی خوبه. یعنی بعد از این هر چی کاسپین داشتم انداختم دور، انقدر نسبت به این بد به نظر اومدم. توی ویدیوهای بعدی این یکی مدل سنسیتیو هم امتحان میکنم. اینجا هم همش دارم سعی میکنم بگم که احساس تراوت شادابی دارم. اینجا هم دفعات بعد که امتحان کردم و واقعا هم راضی بودم.